بچه‌ها چطوری؟ بچه‌ها ما رفتیم فروشگاه که برای مامانم یه چیز بخریم. خودت بخریم. و بعد دیدم که این قیمت خیلی خوب هست. یه لبچه خیلی خوشمزه هست و خب اینجوری کلفته. یعنی فکر نکنم کلفته خب. بعد خیلی به نظر خوشمزه. خب بعد من باز کردم که یادم افتاد که من ویدیو بگیرم. و شایانم بگو چه خریدیم؟ مگه نه چیزایی هم که کلی تو ویدیوهای یوتیوب تیک تاک اینستا دیدم اینا تست خیلی خوشم اومد. بده چند گرفتم قیمت مناسب. آره. خب اول از لباسش شروع کنیم بخاطر اینکه اون توشه زهر میشه. اوکی بچه‌ها ببین چقدر حجمش زیاده. قیمت فقط 30 تومن. حالا نمیگم اونقدر ارزونم هست ها. شان پوشی بیا. اوکی چون منم این تیکشو میخوام. وای بچه‌ها. وای بچه‌ها چه چیزی نمیشه قشنگ. شان چیزی که به خدا بذار. چون کردن خیلی باحال. نه بچه‌ها میدونید چون شایانم یه پیج داره منم یه پیج دارم. بعد تو منم بده سین. خوشمزه بود. آره خوش بود. چیه؟ فیلم چیز بچه بیرون بچه‌ها دارن سر صدا می‌کنن علی طعم خوبی داره. اینو باید بخور خیلی خوشمزه. بچه‌ها من دارم نمیشه وای خیلی خوشمزه. اینجوری کنیم. چون میشه چی میگن گوجه سبز بیاری با چی میگن آب آلبالو چی بود؟ چیزا لباشه. آره بریزی روز. طعم خوبی داره. عالی. خیلی خوشمزه. من خوشم اومد. ترشی عجیب داره، انقدر ترش نیست. حالا دیگه تو بخور بعدش بریم دوباره اینو بخوریم. اون تست کنیم. ما بریم آب بخوریم، یعنی که آبو بیاریم اینجا تا بخوریم. برو بیار. آره چرا خلاص من اومدم پایین آبو بیارم. خواستم میگم که من پیج تازه زدم. قبلش رفتم بیت گذاشتم ولی گفتم چیز کردم گفتم که بذار برای خودم ولاگ بگیرم. امیدوارم که حمایتم کنید بچه‌ها. تو رو خدا باور نمیشه و حتی شایانم یه پیج داره تو یوتیوب. امیدوارم از اونم حمایت کنید بچه‌ها که ما حمایت بشیم و معروف شیم تقریبا. تو رو خدا حمایت کنید و همین دیگه تا بیاره بعد منظر بزنم. خواست از بیت باکس بزنیم جفتمون ولی گفتیم بذار از این موضوع بزنیم جفتمون. یعنی که منظورم اینه که از خودمون بذاریم و اگر به پیج شایانم ببینید اون مثلا بهش بستنی می‌خورده اونو ویدیو گرفته. حالا تا این آبو بیارم همینجوری به حرف بزنم. من خب مرسی من خودم رو معرفی کردم گفتم که قبلش چیزا اشکال نداره. عجب خرگاری شد. وای خدا یه جون بجونم. من یه دقیقه برم بیام. خب بچه‌ها دوباره بعد دوباره بکنم خیلی تشنم بود و سراغ میافتیم که حالا همینجا ترن شده و حالا همه چیز ببینید ازش و میخورن و واقعا فقط توشم میکنم میخورم. خب بریم باکسش کنیم باکسش کنیم. خب اینا هاشه بعد فکر کنم اینکه نارنجی باشه درسته من والا خود چیزش هم نارنجیه نکنید پوستش هم رنگی نداره ولی چون اینجا زده حالت نرمالش نیست بچه‌ها ترش بله همون رنگی که می‌خواستیم دیگه بله نارنجیه یاد لبو میافتم خب بچه‌ها من لبو بسم دوست ندارم آره به خدا دوست ندارم واقعا من دوست دارم از دوست دارم بعد احساس می‌کنم که واقعیت داره اون چیزا اوه بریم به عشق خودمون میخوام برم به عشق بچه‌ها به قولم جلم خیلی توشه بچه‌ها عشق داره حالا ببین اگه این حالت زرده باشه چی میشه؟ یا فکر کنم ببینید این دوزن مامانه بخوری من نمیتونم بخورم دوزوش رو میزن خوردم بکن تو دارم اونقدر الان دیگه توش نیست شیرین شده نه تو بعد شیرین شده شده عالی بعد شده عادی انگار از اون آب نبات است که من بزرگم میزنم تو قندو دو تا شکل دو تا من نمیدونم اگه پش نمیدونم اگه میخواد این حالت توش رو کنید بخورید اگه نمیخواد نه بله دیگه شد دیگه شد بچه‌ها حتما ویدیو زیاد شد پیسا نه عجیب من دیگه نمی‌کنم یه طعمی داد بخاطر اینکه فکر کنم خیلی شل شد من نمی‌کنم خیلی خوشم انداخت اشکال نداره خیلی خوشم می‌خوام بزنم تو پیجا خود پیج می‌ذاریم چه شکلی حیوان الان می‌بینن آره بچی ها بعد بذاری تا بدبختی 7 دقیقه شد فکر 99 خیلی خوشمزه شد بچه‌ها ایش یادم موشه اینا من همش می‌خوام سیگار چیزی تو نیست آره من 20 تومن داشتم من 20 تومن بودم خب اشکال نداره تو نشم بچه اینم 25 تومن بود من 20 تومن بود اینم با کارت خودش 5 تومن دادم چون هم پول بردم پول نقد داشتم فقط 20 تومن 40 تومن داشتم که 20 تومن این 20 تومن رفتم دیدم گفتم همیشه 20 15 تومن من دیگه روش تو برابر 30 تومن برابر دیگه بعد دیدم اون بچه‌ام نمی‌تونم خوشتون داشتم بعد من اگر ندید تست کنم همه جا پیدا میشن نه
Peace out. پرفکت همین. ما دو تا یه پیج داریم. البته هیچ داریم؟ پیج ما دو تا یه پیج داریم که مخصوصا برای خودمونیم. خب بعد مثلا دو تا نیست. خب ولی ما اگر تونستیم از همه ویدیو میگیریم میذاریم. امیدوارم از ما حمایت کنید بچه‌ها. من ولاگ براتون میذارم. روزمره هاشو بذارم. Peace out. اوکی. بوس بهتون. بای.